همه میخوایم موفق بشیم، ولی هیچ کس نمیخواد بهاشو پرداخت کنه. اولش همه مسخرت میکنن، میزنن تو ذوقت، میگن این کار نشده، میگن این کار وقت تلف کردنه، میگن عمرتو داری میریزی دور. هیچ کس بهت راهکار نمیده. تو میمونی یه ایده با اون همه آدم که تنهایی. شماره 2 دقیقاً تنهات میکنن. بهترین آدمای دورت میرن به طرز خیلی عجیبی، انگاری که خدا بخواد همچین اتفاقی بیفته. یه جوری دورت خالی میشه که اصلا در عجب و شوک میمونی. تو دلت خالی میشه، انگاری که مثلا تو نسبت به بقیه عقب موندی و اینکه این اتفاق هی داره براتون میفته، عجیب و عجیب‌تر میشه برات. آقا من مشکل دارم؟ نه، دقیقاً تو مشکل نداری. می‌بینی دقیقاً چی جوری شده؟ این طبقه‌ای که تو وایسادی، طبقه بالاتر، طبقه افراد موفق هستن. تو این وسط گیر کردی و فکر می‌کنی که تنها شدی. تو تنها نشدی. تو در تلاش هستی که برسی به اون طبقه بالایی. یکم سخته، تحمل کن. زمانی که تو این مسیر هستی که بخوای برسی به اون طبقه بالاییه، یکم نگفتن برات سخته. چرا؟ چون داری اذیت میشی. این اذیت شدنه باید میشه به سری چیزا بگی بله. دقیقاً اینجا قسمت نشدن رو باید بگیری. من نیستم. نه توی هیچ گروهی، نه تو مهمونی. رو کار خودت تمرکز کن. هر کاری که داری میکنی، رفیقا دوباره تو رو به مهمونی دعوت میکنن. بذار کلا این نه رو زبونت بچرخونی همیشه. شماره 4، هر کاری میکنی انگار بی‌نتیجه است. هر چی جلوتر میری انگار نه انگار فایده نداره. این کار جواب نمیده، کار بعدی جواب نمیده. هر چی میری جلوتر جواب نمیده. این جواب نداده‌ها دقیقاً همون شکست هایی هستن که تو یاد میگیری که برسی به اون شدنه، به اون موفقیته. از این همه کار بی نتیجه تو خسته میشه. همین جا نزن، هنوز کلی راه داری. این مسیر رو ما داریم. این قسمت نقطه شروع، این قسمت نقطه پایان. و 80% که رسیدی اونجا دوست داری جا بزنی. کارات بی نتیجه نیست، قرار جوابشو بگیری. شماره 5، با نسخه قدیمیت باید خداحافظی کنی. نسخه راحت طلبت، راحتی و نه طلب، یا اون منطقه امن تو از توش بیا بیرون. اونجا چیزی برای پیشرفت نیست. و در آخر امیدوارم همتون موفق باشین.